تشکیل ریجه خوب کودک یکی از وظیفه‌های مهم در سال اولی حیات است. کودک نوزاد عادتاً در یک شبانه روز از 14 تا 17 ساعت می‌خوابد، اما نه پی در پی. او هر چند ساعت برای غذا و عوض کردن پامپرس بیدار می‌شود. برای مادر و پدر این مدت‌ها لحظه‌های دشوار باشد هم این یک مرحله موقت است. کوشش کنید ریجه عادی خواب را رعایت نمایید. مثلا بیگاه کودک را آوازی دارانید، بعداً به او سرود الله یا یگان سرود آرام خوانید تا طفل فهمد که وقت خواب است. اگر کودک را هر روز تقریباً در یک ساعت معین خواب نماید، او تدریجاً ریجه داخلی خود را مطابق می کند. در تاجیکستان عنعنه خواباندن در گهواره یا پهلوی مادر معمول است. بعضی مادران کودک خردک خود را در پهلوی خود خوابانیده شبانه بی برخاستن کامل او را شیر می دهند. دیگران کودک را در گهواره خواب می فرمایند که آن را تکان داده الله می گویند. هر دو راه مهم هستند. اساس این که کودک خود را حفظ شده و آرام حس کند. در تجربه بین المللی مثلا در ایالات متحده آمریکا والدین کودک را اکثر وقت در جای خواب خود کت یا گهواره علاهیده خواباندن را تلقین می کنند تا کودک مستقلانه خواب رفتن را یاد گیرد. شما می توانید راه موافق را برای عائله خود انتخاب کنید. مهم آن است که ریجه منظم و محیط آرام پیش از خواب برای کودک مهیا کرده شود، زیرا این کمک میکند تا کودک زودتر خواب رود و درازتر بخوابد. کودک شما عادتاً چگونه به خواب می رود و آیا برای به خواب رفتن ریجه مخصوصی دارید؟ شرح خود را در کامنتاری به ما ارسال نمایید. یادآور میشیم که سرپرستی برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. لیندوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.